هو السمیع البصیر، الله شنونده هم است، بینا هم است. بعضی میگه نه، یک کاف به معنای مثل است، لیس مثله شیء، نیست به مثل الله چیزی. ایره میگه مدعا همراه دلیل، اثبات یک شی به طریق کنایه. کسی که علم معانی را خوانده باشه بازی را میفهمه. نیست به مثل الله چیزی. چرا؟ اگر به مثل الله یک مثل می بود، یکی به مثل الله مثل می بود، خواهمو کی می بود؟ بگه الله. مثل الله که وجود نداره، مثل الله وجود نداره. چرا؟ اگر مثل موجود می بود، خود مثلش کی می بود؟ خودی الله می بود. خودی الله مثل ازو می بود، او مثلش این مثل ازو می شد. خیر وقتی که مثلش نیسته، مثلش نیست، خودی مثلش هم نیست. مثلش نیست، خودی مثلش هم نیست. چرا؟ اگر می بود خودی الله مثلش می بود. ایره میگه دلیل چی؟ مدعا امرای دلیل. الله مثل نداره، شبیه با کسی نیست. از همون خاطر این آیت برای ما منهج عقیده سلفه از صحابه کرام. اهل سنت والجماعت در مورد اوصاف الله چی عقیده داره؟ هر صفت که در قرآن و حدیث آمده او را ثابت برای الله میدانه که برای الله ثابت است. خو لیکن نه تعطیل میکنیم که معطل بسازیم الله را که صفات نداره، نه نفی میکنیم که بگیم هیچ صفت برش ثابت نیست، نه تاویل میکنیم که اینی صفت اینی معنا را داره، و نه میگیم که تشبیه میکنیم که اینی صفت برای الله به مثل صفت مخلوق است. نعوذ بالله. اهل سنت والجماعت اینمی قسم عقیده داره. صفتی که در قرآن و حدیث برای الله ثابت است او را ثابت میکنه، خدایی هیچ نوع تغییرات توی گپا را نمیاره. اگر ید آمده، ساق آمده، استوا سر عرش آمده، اگر برای الله وجه آمده، هر صفتی که به الله آمده ثابت است، خو کیفیتش ما نمیدانیم. استوا معنایش معلوم است، عرش معلوم است، خو کیفیت برای ما نامعلوم است. امور رقم که لایق شانه کیسته؟ دلیل بالایش چیسته؟ لیس کمثله شیء، هیچ چیز به مثل الله شده نمیتونه. پس کسایی که تشبیه میده به امرای مخلوق، نعوذ بالله، و مجسمه است و مشبه است. کسایی که میگه نه هیچ برای الله صفات ثابت نیست، اگر صفات ثابت کنیم مثل انسان واره محتاج میشه، نعوذ بالله، سر از وام رد شد. چرا؟ و هو السمیع، الله سمیع است، صفات برش ثابت است. تاویل نمی کنیم که ید قدرت و نعمت بگیریم، استوا را قصد بگیریم یا چی تسلط بگیریم. اینطوری تاویلات نمی کنیم. چرا؟ الله خود قدرت داشت که خودش همونطور کلمات ذکر میکرد، خود لفظ قدرت ذکر میکرد، به هزار جای ذکر کرده، نعمت ذکر میکرد ذکر کرده، قصد تسلط ذکر میکرد ذکر کرده. نه، صفت برای الله ثابت است، خو ما کیفیتش بیان کرده نمیتونیم. از او خاطر کل کتابای عقیده قول امام مالک رحمت الله علیه که در او زمان از چیسته تابعین وجود داشتن در اونجا، یعنی عقیده اهل سنت والجماعت بالکل برملا بود، امیگه پیشه نقل کرده رویسته که میگه الاستواء معلوم والعرش معلوم، بگوی والاستواء ثابت والکیفیت مجهولة والسؤال عنها بدعة. استواء معلوم است، معنایش عرش هم معلوم است، استواء ثابت است، کیفیت مجهول است. خب کسی که از پیش سوال میکنه که چی رقم سوال بدعت است. نه گفتن چی رقم الله سر عرش است، چی رقم گفتن نمیتونی. بس الله سری عرش است، امو رقم که لایق شان کیسته؟ الله در نظر ما در ذهن ما نمی گنجه، نه کیفیتش نه ذاتش ایگه پا نمیان. خو لیکن سمیع و بصیر است. سیکو الله دارنده صفت است، سمیع است، شنونده است. خو لیکن شنونده مثل ما واری باشه، پرده گوش داشته باشه، اینطور ساختمانی گوش داشته باشه، صدا را بشنوه، مانع و پرده ها موجود نباشه. نه، الله میشنوه، خب مثل ما نه. ما ضرورت به گوش داریم، به صدا داریم، به فضا داریم. الله میشنوه بدون اینمی اسباب و وسایل. امو رقم که لایق شان کیست؟ ما میشنویم صدا را که وقتی دی پرده گوشی ما برسه. اما الله اگر یک مرچگه که زر در تاترین طبقه زمین باشه و سری شیشه یا سنگ لشم حرکت میکنه که صدای پایم شنیده نمیشه، الله چی میکنه؟ میشنوه. اینی عقیده اهل سنت والجماعت در مورد چی است؟ بگه صفات الله تبارک و تعالی. اینی آیت دلیلش است. صفات از کجا ثابت میکنی؟ و هو السمیع البصیر. کیفیت چرا نفی میکنی؟ لیس کمثله شیء. له مقالید السماوات والارض. خاص برای در اختیار الله تبارک و تعالی است مقالید و کلیدا از آسمان ها و الارض، از زمین. کلید
کلی کسی که برای کسی خاص باشه، خزانه هم در ملکی کی است؟ اما آدم است. پس خزانه آسمان و زمین پیش الله تبارک و تعالی است. چه چیز باران چقدر روان کنه، میوه چقدر بکشه، دانه چقدر برویانه، با کسی چقدر بده، با کسی نده، کل اختیارات پیش کیست؟ از خاطر قرآن میگه یبسط الرزق لمن یشاء، فراخ میساز الله روزی را برای کسی که بخواه، و یقدر ایده تنگ میسازه، کل اختیارات در پیش الله تبارک و تعالی است. انه بكل شیء علیم، الله به هر چیز علم داره. مناسب حال هر کس رزق به کسی زیاد میکنه، به کسی تنگ میکنه. چرا؟ مصلحت ها را، حکمت ها را الله تبارک و تعالی خوب میدانه. اگر رزق تو زیاد شد، نگویی که چیسته کمال ذاتی است یا استحقاقی ذاتی است. اگر رزق تو کم میشه، نگو که نعوذ بالله من دشمنی الله هستم، بلکه الله علیم است، مصلحت خوب میدانه. امی حال بری تو مناسب است، باید صبر بکنی، به الله خود تسلیم بکنی. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، مقرر کرده، واضح مقرر کرده، لکم برای شما، من الدین از دین، یعنی اون نظامی که قابل تابعداری است و قابل عزیز است که کلگی برای زمون قاط شوه، تسلیم شوه. امو واضح ساخته دینه برای شما، ما امو دینه وصی به که حکم محکم کرده بود نوح علیه السلام. والذی اوحینا، و هر پیغمبر، والذی کتابی که اوحینا ما وحی کردیم، الیک بسوی تو، و ما وصینا به، و او دینی را که وصیت کرده بودیم ما به او دین، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، کل برای تو دین مقرر کرده که خلاصه کل دینای انبیاء علیهم السلام است. که در رأسش گپ قرار داره ان اقیم الدین، که دین قایم کنه، برقرار بسازه، ولا تتفرقوا فیه، اختلافات جور نکنه در دین، پارچه پارچه فرقه فرقه نشوی شما در دین. کبر خیلی گران تمام میشه، دشوار تمام میشه، علی المشرکین، بالای مشرکا، ما و دین و نظامی را تدعوهم که شما دعوت میده مردم الیه، بسوی دین که و دین یک پارچگی است، دین و توحید الله تبارک و تعالی است. الله یجتبی الیه، الله برمیگزینه بسوی خود به پیغمبر مقرر کردن من کسی را یشاء که بخواه، و یهدی توفیق ایمان میده، یکی او ایمان قبول کنه الیه بسوی خود، من یونیب کسی که نابت میکنه رجوع بسوی الله تبارک و تعالی میکنه. قرآن در اینجا امتیازات دین اسلام بیان میکنه. شرع لکم، شرع میگه واضح ظاهر شدنه. و یوم چیست؟ در روزی که منع شده بودن از شکار ماهی بنی اسرائیل، در اون روز مایا می آمدن شرعا، در حالی که واضح با چشم دیده میشد. شرع عبارت از امون نظامی است که در هر جای نمایان است. دین مقدس اسلام دینی است که در هر جای نمایان است، پنهان و پوشیده نیست، خصوصا به نسبت ادیان سابقه. چرا که اینجا الله میگه شرع لکم من الدین، واضح مقرر کرده برای شما الله از دینه. از امو خاطر الله تبارک و تعالی امتیاز علیده برای شما داده. چرا؟ دین شما خلاصه و چکیده تمام ادیان سابقه است. همه چیزی که در ادیان سابقه بود در دین شما وجود داره. در ادیان سابقه ادیان او انبیاء علیهم السلام که اولو العزم است، صاحب عزم. قرآن بری از وا گفته دین نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام. اول از دین نوح علیه السلام به خاطر شروع کرده که شریعت در او زمان آمد، قانون برای نوح علیه السلام آمد که دعوت داد، مبارزه کرد، مقابله کرد، شروع از اونجا شده. و بعد از او کدام دینایی را که الله وصیت کرده کلش به پیغمبر علیه السلام داده. چرا؟ در موضوعات اصولی اجن و تباین و فرقی در بین ادیان وجود نداشته، کلگی یک دین بوده. در تمام موضوعات اصولی، اگر او توحید بود یا غیر توحید بود، در موضوعات اصولی ادیان متفق بوده. بله، نحوه عملی کردن دین که او را ما و شما طریقه میگیم ای اختلاف داشت. چرا؟ هر قدر که بشر تکامل میکنه رای تطبیق دینم کامل شده میره، رای آسان برشان مقرر شده میره. ای بنا به مقتضای تحول تاریخی که در جهان آمده، تغییرات در تطبیق نظام الله تبارک و تعالی آمده بنا به مقتضای امو زمان، امو مردم، وگرنه در اصول هیچ کدام تفاوت وجود نداشته. پس از یک طرف الله تبارک و تعالی ما را میگه که اینطور دین برای شما روان کردیم که او خلاصه کلی ادیان سابقه است. از او خاطر الله میگه شرع لکم من الدین، واضح مقرر کرده برای شما الله از دین، ما همو دینی را وصی به نوحا که وصیت کرده بود، حکم محکم کرده بود به نوح علیه السلام.
نوح علیه السلام به او دین وصیت محکم کرده بود. او الذی اوحینا الیک، و او دینی را که ما وحی کردم به سوی تو ای پیغمبر علیه السلام. والذی او دینی را برات روان کردم که ما وحی کردیم برای تو، ساخته و پرداخته کسی نیست. و ما وصینا او دین برای شما مقرر کردیم که ما وصیت کرده بودیم با اجرای عملی و دین ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. او دین برای شما روان کردیم. با کلی ازوام این دستور داده بودم به تو هم، ان اقیم الدین، که شما دین قایم کنی. قایم کردن دین عبارت از است که در جامعه عمل بپوشانه، تطبیق کنه در زندگی عملیتان، در زندگی عملیتان تطبیق کنه. تنها تطبیق نه، این دین قایم کنه، پایه هایش مستحکم بسازه که هیچ کس در مقابل از این مقاومت نداشته باشه. احکام الله همینطور برجسته نافذ مسلط باشه سری کل اقشار، سری کل گوشه های جهان. امی رقم دین شما قایم کنه، استاد کنه احکام الله تبارک و تعالی. بعد ما شما میگیم کرسی خود در زمین نشاند، امی قسم در زمین شما ایره استوار کنه. ایره میگه ولا تتفرقوا فی، اجن و مخالفت و فرقواریت در دین نکنه. قرآن به دو چیز برای ما امر کرد، یکی اقامت دین، دین باید ما استاد کنیم، استاد سری پای. معلوم میشه که وظیفه و مسئولیت ماست. الله احکام روان کرده، قرآن روان کرده، خوی احکام استاده تسلط پیدا کردن در هر جای نافذ شدن در دست کیست؟ ماست. ما باید تلاش بکنیم، محنت بکشیم که ایره در کرسی عمل بشانه میشه و ای کل مردم برای از این پیروی بکنه. دوم موضوع را که الله برای ما فرمان داده ولا تتفرقوا فیه، در این اختلافات پیدا نکنه. یهود و نصارا اختلافات پیدا کردن در دین خود، فرقه فرقه شدن، یک کتاب خود 4 کتاب جور کرد انجیل. تورات هم به می سیستم تغییرات و تبدلات دیش آورد. الله به ما میگه که شما در دینتان تفرق نکنید. البته مراد از تفرق اصولی است، در عقیده و در اصول در بینتان فرقواریت پیدا نشود. از او خاطر علما دو طایفه است. یک طایفه خو میگه که پشت سر میگه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم، دنیای کفر نمیخواه ملت اسلام واحد باقی بمانه. حتما نزاع تفرقه باید در بین ازیا موجود باشه. چرا؟ قرآن خودش میگه کبر علی المشرکین، دشوار تمام میشه بالای مشرکا، ما تدعوهم، امو چیزی را، امو آیین و نظامی را تدعوهم که شما دعوت میده الیه بسوی ازو. چرا ای آیینی وحدت است، نه لحاظ رنگ شده، نه از زبان شده، نه از سمت شده، نه از جغرافیا شده، نه از کدام مذهب و تنظیم شده، فقط یک دعوت است، لا اله الا الله، کلمه که کل افراد و توده های مختلف دنیا را به خود جذب کرده میتونه، متفق ساخته میتونه. این همین دین است، نکنه جدا. آلی برای ما میگه الله یجتبی الیه، الله برمیگزینه به سوی همین دین خود، یا برمان کردن وحی یا به پذیرفتن. من کسی را یشاء که الله اراده کنه، شما اقامه دین بکنی و طرف مردم قبول میکنه نمیکنه کار شما نیست. و یهدی الیه، هدایت میکنه به سوی دین خود، من کسی را یونیبو، که او انابت داشته باشه، تعصب ضد نداشته باشه، عقده در قلب نداشته باشه، سینه خود فراخ بکنه، او را الله هدایت میکنه. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، امتای سابقه با وصف که حکم شده بود برشان که دین خود قایم بکنه، تفرقه در بین خود پیدا نکنه. خو لیکن وا چی کردن؟ و ما تفرقوا، جدا جدا نشدن، فرقه فرقه نشدن، الا من بعد، مگر پس از اینکه جاءهم آمده بود برشان العلم، دلیل بالایشان آمده بود که فرقواریت سبب بدبختی است، باقی ماندن به صف واحد یک سبب کامیابی ماست. نه، پس از اینکه آمد علم برشان چرا مخالفت کردن؟ بغیم بینهم، از روی عناد، از روی سرکشی در بین خودشان، هر کس خود کلان کلان تراشید، بری خود دلو گروه جور کرد، او میگفت من حق هستم، او میگفت من حق هستم. علم آمده بود، کتاب موجود بود، لیا بری خود فرقواریت شروع کردن. ایرا میگه علمای بزرگ یهود و بعد از خوردا برای دفع ازوا، مدح کردن ازوا، جماعت شدن. الله رحم بکنه. امروز قریب کی آیت سری مذاهب ما صادق شود. خب فرق اینی قدر است، مذاهب ما که ائمه مجتهدین است، مردم دعوت به تابعداری خود نکرده قطعا یکیشون که مذهب ما را جماعت جور کنه و پشت ما بیایه. خب لیکن مردمای دیگه که در پشت سرش است،
یا دیگه در سرحد رسان که مذهب خود وحی آسمانی میدانه، مذاهب دیگر کلش ادیان منسوخ میدانه. اما تو راست یا نیست؟ نمیگه که شده میتونه در یک موضوع دلیل مذهب مخالف من بسیار قوی باشه، بسیار دلیل حدیث قطش باشه. چقدر خوب اگر ما امی کار بکنیم که هر جای دلیل قوی بود بس امو مسلک است و امی آرزو و امی هدف کی بود؟ ائمه مجتهدین بود. امام ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، مالک، شافعی رحمت الله علیهم یکیشان در صدد از این نبود که هر گپی ما را بپذیره، بلکه همون گپ گفته توصیه کرده که موافقی کی باشه؟ قرآن و حدیث باشه. اونو گپ باید بپذیریم. لیکن امروز تفریقه شده. علم هم موجود است، قرآن و حدیث هم موجود است. چرا تفریقه کنیم؟ چرا راههای جدا جدا را اختیار کنیم؟ گروه شیم. وحدت ما را مشرکین نمیبینه با چشم نیک. سر از وا بسیار گران تمام میشه. اگر ما سر کتاب الله و سنت رسول الله اگر در افریقا زندگی میکنیم، اگر در چین، اگر در تاجیکستان زندگی میکنیم، اگر در امریکا، کلگی ما جمع شویم، این نام حنفیت و شافعیت و مالکیت و حنبلیت از بین ببریم، کل ما محمدی جور شویم، محمدی توحیدی جور شویم. اینی توحیده، اینی وحدت صفوف کفار سرش سخت تمام میشه، نمیمانه. حتما دسیسه را پیدا میکنه و ما و شما را مانع میشه. انواع دسیسه ها. وی ما چطور کنیم؟ خیر ما تعالی را غلط میکردیم. خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خطا شده بود، امام شافعی رحمت الله علیه خطا شده بود. خیر میگی و خود میگه که ما معصوم نیستیم، خطا میشیم. یک گپی ما استنباط میکنیم، از دلایل میکشیم، دو هم ما خطا میشیم، در ثواب میرسیم. خود در دو صورت الله برش اجر میده. اگر ثواب بود 2 اجر، اگر خطا بود 1 اجر. گپ در سر توست که تو کدام راه را در پیش میبری. معلوم شد که ائمه مجتهدین ما ای اختلاف نظر که داشتن از روی بغیه نبود. اینجا امو اختلاف نظر که از روی عناد و تعصب باشه. از او خاطر یکی دیگر را نفی نکردن و احترام داشتن. صحابه کرام هم اختلاف داشتن، لیکن احترام داشتن در بین خود که حق واضح میشد بالکل تسلیم میشد، سر رأی خود پافشاری و اصرار نمیکرد. امروز ما گرفتیم مذاهب چقدر از روی عناد است یا نیست؟ کل گپای مذهب شافعی را پیروان امام شافعی رحمت الله علیه میپذیره، مذهب حق دیگر که گپش خیلی واضح است سوره نمیپذیره. از روی چی شد؟ از روی حق طلبی شد، یعنی که از روی عناد؟ از روی عناد است. ما مردم گرفتیم گپا را پیدا کردیم. الله میگه ولولا کلمه سبقت، اگر نمی بود فیصله الله تبارک و تعالی پیش دیر شده من ربک، از جانب پروردگاری تو، الی اجل مسمى، تا تاریخ مقرره که عذاب الله روان نمیکنه، لقضی بینهم، فیصله عمومی در روز قیامت میشه، حق و باطل در اونجا نمایان میشه عملا. اما به اعتبار دلایل در دنیا هم فیصله حق و باطل شده. هر کس که دلیل حق داره بالکل کامیاب است، که دلیل نداره او چی است؟ باطل است. در دنیا هم شده، خو اگر ما پشتش بگردیم، خو اصل فیصله عملی فیصله در آخرت میشه. و ان الذين اورثوا الكتاب، یقینا کسانی که داده شده برشان کتاب، من بعدهم، پس از این همی مردم، پس از امتهای سابقه که مراد از اون مشرکین عرب است، لفی شک منه، یقینا در شک کسان از این کتاب، از این قرآن کریم، مریبن پریشان کننده، در تردد هستند که آیا بپذیریم نپذیریم، چه رقم شود چه رقم نشود. نمیکنه که به حق فیصله کنه. یک ترجمه. دوم ترجمه از اولی آیت میگیریم و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم، اختلاف نکردن این مردم پس از اینکه آمد برشان العلم و دانایی، علما دانستن که کتاب الله دین الله یکی است، لیکن وقت اختلاف کردن بغیم بینهم، از روی سرکشیده بین خودشان، ضد داشتن. یکیش ملک یک منطقه بود، دیگه ملک دیگه منطقه بود. ولولا کلمه سبقت، اگر نمی بود فیصله پیش دیر شده من ربک، از جانب پروردگارت، الی اجل مسمى، تا تاریخ مقرر که فیصله عملی در روز قیامت میشه، لقضی بینهم، فیصله کرده میشد در دنیا در بین همی مردم. و ان الذين اورثوا الكتاب، یقینا به کسانی که داده شده بود کتاب، یعنی علما بودن، من بعدهم، پس از اینجا مراد بس کسانی که داده شده بود کتاب، کمک علم از قرآن داشتن، زیاد نداشتن، من بعدهم، پس از علمای بزرگشان، لفی شکن، در شک است، منه از این کتاب، مریبن، خیلی پریشان کننده. ملاهای خرد در شک هستن
از دست ملاهای کلان خود حال ایران مانده که از کدام ملا را ما گپیش قبول کنیم از کدام نکنیم. ملاهای کلان اختلافش شروع کردن، ملاهای خردالی تا تردد مانده که ما از کی را بپذیریم از کی را نپذیریم. دی تردد هستن، نمیگن که فیصله بکنیم با کتاب الله. کتاب الله تایید کی را میکنه؟ فلذلك فدعو، بخاطر نمی گپ کدام بود؟ اقامت دین الله امر کرد، امرای دفع تفرق. پیغمبر علیه السلام تفرقه پیدا نشوه، مردم جدا جدا نشوه، اقامت دین شوه. یک مانا. فلذلك برای اینمی قرآن کریم، امی کتاب حق، فدعو تو دعوت بده مردم، طرفی امی قرآن مردم دعوت بده. بس اینطور دیگه دعوت ها را بگذار، فقط طرف قرآن. مراد از قرآن حدیث هم است، چرا که حدیث تشریح قرآن است. الله مامور میسازه پیغمبر علیه السلام به این گپ. ما تو را میگه دعوت بده به سوی کتاب الله و سنت رسول الله، دعوت نده به سوی حنفیت و شافعیت و مالکیت و حنبلیت و جعفریت. به طرف کتاب الله دعوت بده که مردم بفهمه که دین چی است. تفرق از بین ببر، به خاطر از اینکه تفرقه پیدا نشوه. فلذلک، به خاطر امی گپ که تفرقه نبیه، فدعو دعوت بده به سوی کتاب الله واستقم. بله این گپ بادی نیست، استقامت اختیار بکو، استحکام اختیار بکو، کما امرت، امو رقم که مامور شده ای، با مو سیستمی که از جانب الله برات امر شده، امو تو استقامت اختیار کو. چرا؟ انواع اعتراضات سری تو میشه. وای ما دین خدا اعلان کنیم، ما این دین یا آمده یک طرف این گپا را میگن، خود تو استقامت اختیار کو. ولا تتبع اهواهم، تابعداری خواهشات یزیار نکنی. اهوا مسائلی که به دلیل و به بنیاد باشه، قرآن کریم او را تعبیر به چی میکنه؟ اهوا. چرا؟ نظریات است که از کله یک آدم چی شده؟ پیدا شده. سند نداره، خیال است. خیال است، سند و دلیل نداره. پشت اون نظریات نرو. قرآن بر ما میگه دعوت به قرآن بده، پشت نظریات نرو. ما و شما چطور میکنیم؟ پشت قرآن بریم و پشت نظریات. امروز ما کم هستیم سری نظریات. ما کم خدا گرفتیم میگیم نظریات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حق است، نظریات امام شافعی رحمت الله علیه باطل است، از امام مالک رحمت الله علیه باطل است، از احمد ابن حنبل رحمت الله باطل است. ما کم نیستیم؟ ما میگیم نکنیم، پشت نظریات نمیریم. نظریات حق هم شده میتونه، باطل هم شده میتونه. معصوم نیست، پیغمبر نیست که معصوم باشه. خیر نظریات حقش به سر و چشم میپذیریم، نظریات باطلشان به کمال احترام در اونجا میگذاریم. این گذاشتن ما چیست؟ بیادبی است شان از او، گستاخی است شان از او. خودشان به ما امر کرده. یکیش میگه حدیثی صحیح که ثابت شد مذهبی ماست، دیگهش میگه نظری ما که خلاف حدیث شد در دیوال بزن، دیگهش میگه تقلید ما و فلان فلان نکو. امورا را انتخاب بکو که امو مردم امورا را انتخاب کرده. علمای ما کدام ائمه مجتهدین کدام را انتخاب کرده بود؟ تابعداری از کتاب الله و سنت رسول الله، کدام رای دیگه؟ تابعداری از کتاب الله و سنت رسول الله.